تفاوت بین ژانر و سبک در عکاسی. آقا ببین، ژانر یعنی موضوع عکس، یا به عبارت ساده تر اینکه داریم چی رو عکاسی میکنیم. مثلا پورتره، منظره، خبری، خیابونی یا مد و فشن. ژانر فقط میگه که عکس در چه دسته‌ای قرار میگیره. اما سبک یعنی چطور عکس رو میگیریم، چه حس و حالی منتقل میکنه، اینکه نور چطور، زاویه چطور، رنگ و کادر چه شکلیه، حتی اینکه ادیت رو چطور انجام میدیم، همه جزوی از سبک هستن. سبک میتونه مینیمالیسم باشه، سیاه و سفید باشه، سورئال یا یه چیز خاص که امضای شخصی خودتون باشه. پس ژانر شد از چی عکس گرفتن و سبک شد چطور اون عکس رو گرفتن. مثلا اگر عکاسی خیابونی انجام بدیم میشه ژانر، اما اینکه اون عکس رو سیاه و سفیدش کنیم میشه سبک. حل شد. حالا در آینده بیشتر سعی میکنم که بیشتر راجع به سبک ها و ژانرها با هم دیگه صحبت کنیم. همین، ممنون میشم منو دنبال کنی.